رونالدو میتونست برای این تیم ملی حتمی بازی کنه، برای ایران هم میتونست بازی کنه، البته نکرد. برای ایران حتمی نبود، ولی خب برای برزیل، فرانسه، انگلیس و این کشور میتونست، میتونست بازی کنه. اگه فکر کنین رونالدو توی پاریس بود و با مسی، نیمار و امباپه بود، چی میشد؟ فکر بکنین. تو رئال نمیرفت، میرفت به جای منچستر یونایتد میرفت تو منچستر سیتی. فکر بکنین این دورانای کریس این شکلی بود. بعد کریس به جای اینکه این حرکت رو توی رئال بکنه، بیاد تو النصر انجام بده، تو بارسا باشه به جای رئال، تو پرتغال. ولی خیلی دوست دارم بمونه، من نمیدونم. و رونالدو کلی ستاره محبوبه.